شفاعت یوسفووا دوامی نیم عصر میباشد که با هنری بافتن و دوختن مشغول میباشد. دوامی 3 سال آخر باشد محض مسئول مهنت او سبب گردید که در یک چند آزمون‌های داخلی و خارجی کشور شرکت ورزیده باشد. در 11 فستیوال آزمون اشتراک نمودیم. من در یکی از آنها من این از نوعیوی این با ما شریلیف دادن از این جماعتی ها ما سانیان با پدرکه ها توفه ها دادن. سانیان از بابا جان غفورов به قرغیزستان گران رفتن. بعد از همون به من گرانتی ظریف نظیری از جماعتی بابا جان غفورov پیشنهاد کرده شد. سانی از ولایتی تاجیکستان در این از همونجا این شهادتنامه از همونجا برای بهترین محصولاتی که با دستی ساخته شده است گفته این رو به من به کلینم توفیق کردن. سنت نازکی‌های هنری دوزندگی را باشد او هنوز از دوران خردسالی از زنهای محل آموخته بود. شفاعت خاله هنرمند لحظه‌هایی را به خاطر می‌آورد که چی طور از دوختن رویمال به کرپچه دوزی آغاز کرده بود. وقتی که من به اولی می شوهرم کلینشت آمدم این هنر رو نمیتونستم. دیدم که مادر کلانم خواهرهای مادکم با همین کار مشغول بودن. دیدم و من هم گفتم چی این منم یاد گیرم آموزم می‌بینه چون من اینو نمیتونستم بسیار هنرهای میتونم گفته خودم به کسب کرده از همون روز بر قینوام یاردم میدادم. مابین 1 سال به منم یاد گرفتم. مربافی کرپه و کرپچه دوزی و رومال دوزی این یکی از هنرهای بانوان خلق تاجیک به حساب رفته تاریخ دور و دراز دارد. از دوران قدیم زنان تاجیک به چنین نمودی هنر مشغول بودند تا زمان ما آمده رسیده است. با گذشت زمان هنرمند توانست با کوشش و تلاش خود به بسیار موفقیت‌ها نائل گردد. من از همون در خوردیم مادرم که توپی میدوختن همون ملچاقچه هایی که میموند کو از بسیرچه هایی که میمون جمع کرده انگشترین حلقه این خیلی سی پاچکا میگویم که همه می ساخته خودم می ساختم. لیکن با مرور زمان با استفاده از نقش و نگارهای ملی قدیمه وابسته به زمان حاضره انکن این خیلی چیزها رو ساخته استادم که این وی زمانه. بنابر گفت هنرمند بریش و دوخت کرپه و کرپچه نازکی‌های خود را دارد. برای از خود نمودن دوخت آن هنرمند بسیار مشکلی‌ها را پس سر نموده است. برای دوخت یک کرپچه هنرمند یک روزی وقت خود را صرف می‌نماید. همه روزه تا 5 نفر مزاجان به او مراجعت می‌کنند. بینور میشد کچلاک میشد یا اینکه سوزان دست به میدر آمد سانی با سمون قینو به مراجعت میکردم که این چخیل شما میکنتم که هم وای طرفش هم این طرفش یخیله لگنده میشد. از آنی من طرف راستش مایده میشد اما طرف چپش کلان میشد. سانی همون سیرش نازکاش من به یاد میدادم. بسیار زنه که مهنت دوستی مهنت کش. امروز هنرمند در صف فرزندان و نبیرگانش باز به زیاده از 40 نفر شاگردانش نازکی‌های دوخت رومال و کرپه را می‌آموزاند. نمودی دوخت و کشیدن نقش و نگار روی مال باشد نسبت سالهای پیشین کمی فرقیت دیگر را به خود گرفته است. بهبودی بسیار دیده می شود. اینها بسیار زحمت میکشیدن. یک شعر هم میخوندن. دلها یکم زرداب شد از چقچقی زنده و بافندگی گفته آنها میخلق شعرها میخوندن. انمین دوکان به میبافته همیه. سونیا این به پیله جوشانده استاده رسمان تیار میکردن. چرخ کدی چرخی دستی تا حال مننده است. من برای رسمان توپ کردم من استفاده میبرم. اون چرخشون نگاه کردم من نمیخلق که ما ساخته که چرخ. مربافی نیز یکی از هنرهایی که امروز خاله شرافت و شاگردانش میآموزاند. سنت هنری مربافی باشد نسبت به دیگر هنرهایش مشکل تر میباشد. برای بافتن یک سبد گل باشد آنها یک هفته وقت صرف میکنند. اصلا این مهره ها رو ما دسترس میکنیم. سونیان سیمچه میگوییم. سیمچه های وای هست. 01 میگوییم نمرشه. اصلا موافق انمین هر یک مهره مثلا سرخ باشه سرخ زرد باشه زرد انمی خلاق سیمچه ها هست انمونه گرفته هر یک چه موافقی ویش هم سیمش همون میکنیم. خانه و حولی شرافت خاله را باشد نمودهای گوناگون گلهای بهاری ها را میدهند. در برابر همه این هنر و باز گل پرور نیز میباشد. هنرمند در آینده نقشه دارد که نمودی هنرهایش را به نبیرگان و شاگردان خود آموزاند. گزارش نرگس محمدصالح نیکروز پاچایف برای برنامه خبر 24.